ذات آدمی. بیرون خبری نیست، نگاهی به درون کن. جز تو دگری نیست، قناعت به درون کن. چیزی که میتواند حقیقت انسان و اشیا را به آدمی بشناساند، جوهر ذاتی انسان است. کمال هر فرد در نزدیک شدن به جوهر ذاتی خویش است و این امر ساده‌ای نیست که بتوان آن را تعریف کرد، بلکه این ذات است که تو را تعریف می کند. با ذات آشنا می شوی، ولی نه برای آشنا کردنش به دیگران. نسیمی از آن به مشام آدمی می خورد و حالت آن به باطن آدمی منتقل می شود، نه به ظاهر آدمی. به همین خاطر نمی توان از او به صراحت سخن گفت، بلکه او را صادقانه باید دید. جمالش بوی ماده نمی دهد، بلکه از ماده دورت می کند. زندگی هنگامی در آدمی جریان می یابد که مجذوب این جوهر ذاتی شویم. اگر فقط یک بار آن را ببینی یا با تو حرفی بزند، فردای آن روز به سراغ خودت خواهی رفت و پیگیر دلت خواهی شد. آنقدر نفوذ جوهر ذاتی قوی است که خود را به محاکمه خواهی کشید. دست از پندارت خواهی برداشت، تمامی آنچه را که می‌دانستی به کناری خواهی گذاشت و نفس تازه‌ای خواهی طلبید. به اهل جذبه می‌پردازی و مجذوب شدن را تمرین می‌کنی و پی می‌بری که مادیت و کالبد فقط یک مرحله مقدماتی است که تو با ذات خود آشنا شوی، نه اینکه اسیر جسم مادیت شوی. غفلت از ذات است که ماده را اینقدر پذیرفته ایم. ذات حضورش را اعلام می کند، ولی تداومش با توست که باید قیام کنی. اگر ما از جوهر ذاتیمان با خبر شویم، دیگر چیزها را خبر نمی دانیم. ذات در درون توست و نه بیرون از تو. شاید یکی از اسرار مهم این عالم این باشد که توجه به بیرون بسیار بیشتر از توجه به درون انسان است. اسراری که به قدری پیش پا افتاده است که باور به درون به خرافاتی ترین مسائل تبدیل شده است. البته این خود نیز همان نکته است که قرار نیست همه بر یک کرسی نشینند که کرسی ساز بیچاره می شود و دکانش بسته. و ذات به زیبایی تقدیر تو را تفسیر می کند. آن هندسه‌ای که در سر توست، طفل عرضی است که در بر توست. منظور من از تو جوهرت بود، چیزی که اصیل و رهبر توست. او جمال می آفریند تا کمالش را درک کنی. ذات از تو عکسی گرفته که در آن تو حرف میزنی. ذات جوهر ذاتی توست. یک بار که آوایش را شنیدم، دست از خودم کوتاه شد و نتوانستم به چشمم بگویم نگاهش کن. ولی در وضع و حالتی که بعد از گفتارش احساس کردم، جای پایش را به یادگار در سینه دارم. او گفت مرا خواهی دید، به شرط اینکه به نخواستن برسی. وقتی که مرا دیدی، هجرتی در تو پیش خواهد آمد و در آن هجرت به من بهتر پی خواهی برد. هجرت عین نخواستن است. آنچه به گوش جانم شنیده شد از جوهر ذاتیم بود. آنچنان مستم کرد که با خودم گفتم فهم و درک این نکته که گاهی اوقات تأثیر یک اثر یا حادثه را چگونه ببینیم و تحمل کنیم مهمتر از خود اثر است و ذات از آن موارد است.